سلام، مرزی فیروز هستم. به کانال معمار خوب خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری نمایش گرافیکی پلان‌ها و سه‌بعدی‌ها و برش یا نماها رو تغییر بدید. علاوه بر اینکه شما میتونید ضخامت قلم‌ها رو برای آرشیکاد تعریف کنید، مازاد اون چیزی که خودش هستش. یعنی مثلا وقتی شما به صورت پیش‌فرض میایید و از آبجکت ها و عناصری که آرشیکاد داره المان‌هاش استفاده میکنید یا ابزارهای ترسیمی، خودش به صورت پیش‌فرض یه رنگی برای این دیوارها، کف‌ها و حالا همه عناصر در نظر گرفته. میبینید که الان پنجره‌ها با رنگ نارنجی رنگ هستن و دیوارها یه هاشوری دارن با یه رنگ تقریبا متمایل به خردلی و خط دور دیوارها هم مشکی رنگ هست. ستون‌ها هم خط دورشون قرمز رنگه و آکس وسطشون هم رنگ قرمز نارنجی داره. خب اگر ما بخوایم اینا رو تغییر بدیم، میتونیم از قسمت Pens and Color بیایم دونه دونه برای اینا هر کدوم از این رنگ‌هایی که اینجا داریم رنگش رو تغییر بدیم. مثلا تو قسمت Color Conceptual میتونیم این نارنجی رو تغییر بدیم به یه رنگ دیگه و در صفحه ما مثلا اون رنگ نارنجی تو حالتی که قرار تعریف کرده بودیم، مثلا یه کامبینیشن برای این قلم‌ها ما تعریف کردیم. اگه هر کدوم از این رو انتخاب کنید، نمایش رنگ‌ها و خطوط و هاشورها به یه صورت دیگه‌ای در میاد. اما یه روش دیگه هم وجود داره برای تغییر دادن گرافیک نمایشیتون. از قسمت گرافیک اوورراید کامبینیشن اینجا رو حالت نو اوورراید هستش. این قسمت در واقع نوار استاتوس بار شما هستش و اینجا شما این گزینه‌های گرافیک کامبینیشن رو دارید. اگر بخواید تغییرش بدید، از اینجا مثلا میتونید حالت‌های مختلف رو براش تعریف کنید. ببینید این حالت‌هایی که تعریف میشه هر کدومش برای یک مثلا مدلی هست. این سلینگ پلان هستش، یعنی پلان سخت. فایر پلان مثلا حالت پلان آتش نشانی هستش. اگر روی هایلایت پرابلمز بذاریم، اگه مثلا محدوده‌ای رو مشخص کرده باشیم که هایلایتش کرده باشیم که مشکل ما توی کار مشخص شده باشه، این میتونیم روی حالت قرار بدیم و به راحتی پیداش کنیم اون قسمت رو. سیمپلیفاید پلان که کاملا سیاه میکنه همه رنگ‌ها رو و رنگ‌ها رو از بین میبره. سایت پلان مثلا هاشورها رو از بین میبره. پس هر کدوم از اینا برای یک کاربردی هستش. رو اون اووررایدز میذارم. ببینید 3Dش توی این حالت اصلا قشنگه. 3D خوبی نمیده به ما. خطا، رنگ‌ها اصلا رنگ‌های جالبی نیستن. پس ما میتونیم این گرافیکمون رو سفارشیش کنیم. چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ ببینید هم میتونیم روی این در واقع آیکون دوتا مربع کلیک کنیم، این صفحه برامون باز میشه. هم میتونیم از قسمت داکیومنت بیایم و گرافیک اوورراید رو روش کلیک و این گزینه گرافیک اوورراید کامبینیشن رو انتخاب کنیم. اینجا همون حالتایی که از قبل تعریف شده رو لیستش رو میتونید ببینید. روی نیو کلیک میکنم و یه لیست جدید میخوام بسازم. یه اسم براش در نظر میگیرم و بعد قوانین یا رول هایی که بعد ازش پیروی کنه رو اینجا باید براش تعریف کنیم. الان اینجا هیچ قانونی نداره. اگه رو گزینه‌های دیگه کلیک کنید، ببینید یه سری قوانین اینجا وجود داره که بر اساس این گرافیک نمایشیتون رو تغییر میده. من روی اون پلان یک کلیک میکنم. از اینجا روی منیج رول کلیک میکنم. میخوام همه خطوطم چه در 3D چه در دو بعدی به صورت خط سیاه باشه. پس از اینجا روی نیو کلیک میکنم و اسمشو میذارم آل element. حالا برای آل element مشخص میکنیم که چه چیزایی باید تغییر کنه. از اینجا که میگیم این element ها باید در واقع اینطور باشن، پس میشه is نه is not. پس is رو انتخاب میکنیم و کدوم تیپ ها؟ همه تیپ ها، چه در 3D چه در دو بعدی و همه آبجکت ها و عناصر میخوایم سیاه رنگ بشه خط دورش. اگر بخواین لاین تایپش هم تغییر بدین، میتونید تیک لاین تایپ رو بزنید و تغییر پیدا کنید. بهتره اینو فعال نکنید، چون ما ممکنه خط آکس داشته باشیم و خط آکس ها رو برمی‌داره همه رو یکسان میکنه، به صورت خط ممتد در میاره. پس این رو بهش نمیدیم. ولی دو قسمت لاین مارکر تکست روی این گزینه کلیک میکنم و این رنگش هم که سیاه رنگ هستش اینو انتخاب کنم. اینجا فقط اینو انتخاب کنید، رنگ تغییر کنه، تیکنسش تغییر نکنه، یعنی ضخامتش تغییر نکنه. پس این گزینه رو انتخاب کنید حتما و بعد اوکی رو بزنید. حالا این قانون رو ما تعریف کردیم، بعد اضافه بشه به اینجا. روی این گزینه کلیک میکنم، آل element رو پیدا میکنم و دبل کلیک میکنم فعال بشه. اوکی رو میزنم. ببینید همه خطا سیاه رنگ شد. اگر 3D رم ببینیم همه خطا سیاه رنگ میشن. فقط توی 3D باید حواسمون باشه اینجا حتما بذاریم روی اون حالتی که براش تعریف کردیم.
دوباره رو دو بعدی من کلیک میکنم. میخوام هاشور دیوارها رنگش تغییر کنه، ستون هام همینطور، نمیخوام این رنگی باشه ستون ها. پس روی این گزینه دوباره کلیک میکنم، اون کامبینیشنی که تعریف کرده بودم انتخابش میکنم از اینجا. یه قانون دیگه براش وضع میکنیم، از اینجا کلیک میکنیم، از اینجا دوباره روی نیو کلیک میکنم و این اسمشو میذارم. حالا اینجا بهش میگیم که چی قراره تغییر کنه. element typeمون is باید باشه، اینجا all type باید بشه ستون، فقط میخوایم روی ستون اعمال بشه این قانون. لاین تایپش لازم نیست تغییر بدیم چون ستون هم خط نقطه داره هم خط ممتد داره، پس اینو دست نمیزنیم بهش. اینجا فقط فیلشو مشخص میکنم، پس تیک فیل رو میزنیم. اینجا مدل نمایشیش این سه حالت رو باید انتخاب بشه و بعد روی این گزینه کلیک کنید. مثلا من اینجا میذارم روی 75% چون میخوام یه هاشور تقریبا پررنگی بخوره. این فیل رو و این فیل رو تیکشو میزنم، رنگاشو اینا هم همه این گزینه رو انتخاب میکنم. از اینجا این رنگشو مثلا بنفش پررنگ، این یکی رنگ کم رنگ تر انتخاب میکنم و اینجا هم این گزینه رو میزنم که ضخامت قلمو تغییر نکنه. اوکی رو میزنم. حالا ادش میکنیم، اینجا دبل کلیک میکنم اد بشه. اوکی رو میزنم. ببین در رنگ ستونهای ما تغییر کرد. حالا میخوام هاشور دیوارا تغییر کنه، پس یه قانون دیگه اضافه میکنم. دوباره روی این کلیک میکنم، از اینجا منیج رول رو میزنم و یه قانون جدید. دیوارها چون جزء عناصر سازه‌ای هستن، من اینجا روی این گزینه کلیک میکنم و یه نیو اضافه میکنم بهش، میزنم نیو، یا چون میخوام دقیقاً عین خود این باشه میتونم این گزینه رو بزنم. این گزینه رو که بزنید دابلیکیت میکنه، یعنی از همون یکی دیگه میسازه. روی این کلیک میکنم، استراکچر undefined میشه و حالا میریم اینجا رنگ‌هاشو تغییر میدیم و عناصری که قراره براش تعریف کنیم و مشخص میکنیم. اینجا نوشته element type is، میتونیم اینجا فقط دیوار رو انتخاب کنیم. خب برای دیوار این رنگ ها رو بذاریم. اینجا هم دومیه رو ریمووش کردم چون نیاز نداشتم بهش. میتونیم اینجا اد رو بزنیم و element type رو اضافه کنیم. دوباره اینو میذارم رو is not، اینجا میذارم روی ویندو چون نمیخوام پنجرهایی که تو دیوارها هست تغییر کنه. اورم تبدیل میکنیم به ان. خب و اینجا حالا مثلا یه رنگی برای هاشور دیوارها در نظر میگیریم. اوکی رو میزنم، این رنگ اضافه شد. فقط این تیکو بر میداریم، این تیکم من بر میدارم و فقط میخوام اینا باشه، فعال باشه. اینجا هم سرفیس و تیکشو بر میداریم چون تو سه‌بعدی نمیخوایم تغییر کنه. این گزینه‌ها رو انتخاب میکنیم و این گزینه‌ها رو فعال میکنیم. اوکی رو میزنم. حالا این قانون رو بهش اضافه میکنم. بعد اینجا اوکی میزنیم. الان میبینید که پنجره ها پروفیلش هاشور نداره ولی دیوارها هاشور دارن. به همین ترتیب میتونید برای کل اجزای پلانتون گرافیکی تعریف بکنید. 3Dش هم ببینید چون ما برای 3D فقط رنگ خطوط رو سیاه در نظر گرفته بودیم و بقیه عناصر رو تغییر نداده بودیم، بنابراین هیچ کدوم این سرفیس ها تغییر نکردن. اگه بخوایم ضخامت خطوط در پلان دیده بشه میتونیم این کار رو انجام بدیم. از قسمت View on Screen View Option اینجا میتونید ضخامت خطوط رو نمایش بدین. Bold Cut Line یا True Line Weight. این گزینه رو میتونید فعال کنید و برای اینکه دسترسیش هم راحت تر باشه براتون میتونید از قسمت ویندو، قسمت Toolbars On Screen View Option رو تیکشو بزنید که اینجا خودش براتون میاره منوشو و اگر این گزینه رو من بزنم عناصر برش خورده رو نمایش میده. اگر این گزینه رو بزنم همه چیزو تقریبا یه ذره ضخامت خطوط رو در حالت پرینت نمایش میده. اگر اینو بزنیم که میتونیم ضخیم‌تر ببینیم خطوط رو. اگر اینا رو هم خاموش کنم که به همین صورت میبینیمش. نکته بعدی، اگر بخواید بدونید رفرنس لایناتون به کدوم جهت هستش، مثلا ما نمیدونیم رفرنس لاین این دیوار به سمت بیرون، حتما باید روش کلیک کنید. پس برای همه دیوارها اگه بخواید نمایشش بده روی این گزینه بزنید، رفرنس لاین رو بهتون نمایش میده. یه فلش هم میاره روی کار. بعضی وقت اذیت کننده است، پس ما اینو خاموشش میکنیم.
یه نکته دیگه، این گزینه رو اگر خاموش کنید تقاطع دیوارها رو دیگه اون خطا رو کات نمیکنه، از بین نمیبره. اگر فعال باشه دیوارها که به هم دیگه میرسن یا عناصری که با هم دیگه فیلت شدن یا چنفر شدن اینا رو خط اضافهش رو حذف میکنه. پس این باید فعال باشه. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگر اولین بار هم هست که ویدیویی از این کانال میبینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو هم بزنید. به محض اینکه من ویدیوی جدید آپلود کنم شما متوجه میشید و میتونید تشریف بیارید ویدیوی جدید رو ببینید. سپاس.